به نام خدا، سلام و درود فراوان خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی صنف 11. امیدوارم که حالتان خوب باشه. انجینیر محمد هادی نظری هستم، استاد درس فیزیک از مجموعه آموزشی ابزار کانکور در خدمت شما عزیزان هستم با جلسه 4 از فصل اول. در جلسه قبل دوستای عزیز ما در رابطه با مومنت قوه با شما عزیزان صحبت کردیم. تعریف مومنت قوه چی بود؟ گفتیم که مقدار تمایل یک قوه برای چرخاندن یک جسم گرداگرد یک نقطه به نام نقطه دوران می گفتیم مومنت قوه و فرمول محاسبش چی بود؟ M مساوی می شد با F ضرب در D. یک فرمول بسیار ساده بود که F قوه را نشان میداد و D هم فاصله عمودی از نقطه دوران تا F یا خط اثر F به ما نشان میداد. خب در این جلسه دوستای عزیز قصد داریم در رابطه با دو موضوع صحبت کنیم. موضوع اول در رابطه با زوج قوه های و موضوع آخر ما که آخرین موضوع فصل تشکیل میده در رابطه با تعادل اجسام است. پس با ما در این جلسه همراه باشید. خب مفهوم زوج قوه چیه دوستای عزیز؟ خب توجه کنید. زمانی که ما دو تا قوه داشته باشیم، دو قوه مساوی و موازی که اینها جهتشون با همدیگه فرق مونه، یعنی در نقطه متقابل همدیگه قرار گرفتن و بر دو نقطه متفاوت از یک جسم وارد میشن، به اینها میگیم زوج قوه ها. پس اولا دو تا قوه داریم، دو اینها مساویان، سه موازیان، چهار جهت اینها با هم دیگر متفاوته و پنج هم بر دو نقطه از یک جسم وارد میشن. شما روی شکل اگر نگاه کنید ما به شما زوج قوه ها رو نشان دادیم. یک قوه از سمت بالا، یک قوه هم از سمت پایین وارد شده. صحیحه؟ به این میگیم زوج قوه. خب دو نکته در قسمت زوج قوه ها خیلی مهمه که اینا رو به شما میگیم دوستای عزیز. نکته اول میگیم که محصله قوه ها در زوج قوه ها صفر دوستای عزیز. خب کی میتونه علت از این به ما بگه؟ ما یک علامت سوال جلو از این قرار میدم. علت از این چیه؟ چرا محصله قوه ها در زوج قوه ها صفر است؟ یکم فکر کنید. من به شما کمک کنم تا به پاسخ این سوال برسیم. میریم سراغ محصله قوه ها دوستای عزیز. گفتیم که محصله قوه ها وقتی که ما دو تا قوه داشته باشیم اینها در جهت مخالف همدیگه قرار داشته باشن، این را در جلسات قبل گفتیم دیگه. محصله قوه ها از رابطه R مساوی میشد با F1 منفی F2 حساب میشد. صحیحه؟ وقتی که قوه های ما در دو جهت مخالف باشن. حالا در زوج قوه ها آمدیم گفتیم که ما دو تا قوه داریم، اینها مساوی ان، یعنی هر دو اینها 5 نیوتن یا هر دو 10 یا هر دو 20. صحیحه؟ خب حالا وقتی میگیم که محصله R مساوی میشه با F1 منفی F2 چون اینها مساوی هستن، در نتیجه مثلا شما 2 تا 20 از هم کم کنین میشه 0، 2 تا 10 نیوتن از هم کم کنین برابر با 0 میشه. پس محصله قوه ها در زوج قوه ها همیشه 0. نکته دوم چیه؟ دوستای عزیز زوج قوه ها بر جسم مومنت وارد مونن. یعنی چی؟ یعنی جسم میچرخانن. شما اگر روی شکل نگاه کنید ما این رو به شما نشان دادیم. یک قوه مثلا از سمت پایین وارد میشه، یکی از سمت بالا. پس در نتیجه جسم میچرخانن. فرمول محاسبه مومنت در زوج قوه ها با فرمول محاسبه مومنت اصلی ما تفاوت نمونه. M مساوی میشه با F ضرب در D. این در جلسه قبل گفتیم. تا اینجا کار شکل از این فرمول با شکل فرمولی که در جلسه قبل گفتیم یکسانه، اما یک تفاوت عمده داره. تفاوت چی اینجاست که D میشه فاصله بین دو قوه. صحیحه؟ ما اینجا روی شکل هم به شما نشان دادیم. D میشه فاصله بین دو قوه. این قوه F از پایین وارد شده، F هم از بالا. D میشه فاصله بین دو تا قوه.
در حالی که در فرمول اصلی مومنت که در جلسه قبل معرفی کردیم گفتیم دی مساوی میشد با فاصله عمودی از نقطه دوران تا خط اثر F یا F. صحیحه؟ اما اینجا دیگه ما در مومنت زوج قوه ها کاری به نقطه دوران نداریم. اینجا دی ما مساوی میشه با فاصله بین دو قوه از همدیگر. اگه بخوایم مثال هایی داشته باشیم از زوج قوه ها دوستای عزیز، اولین مثال از این اشترینگ موتورها هست. شما اگه اشترینگ موتور رو نگاه کنین، روی شکل هم به شما نشان دادیم، با یک دست خودتان یک قوه به سمت بالا، با یک دست دیگه یک قوه به سمت پایین وارد کنین، این باعث چرخش این اشترینگ ما میشه دیگه. اینجا میگیم اصطلاحاً یک زوج قوه وارد شده. یا یک مثال بهتر بزنیم، برخی از این رنج ها هستن، شما روی شکل هم میبینید. از این رنج ها ما برای عوض کردن تیر موتورها استفاده می‌کنیم. شما این روی شکل نگاه کنید، ما با یک دستمان یک قوه به سمت بالا، با یک دست دیگه یک قوه به سمت پایین وارد مونیم و این رنج میچرخانیم. اینجا هم ما از مفهوم زوج قوه ها استفاده کردیم. پس این دو مثال بسیار خوب برای مفهوم زوج قوه ها بود. خب میریم با هم دیگه یک تمرین حل کنیم. گفتم مومنت زوج قوه ذیل را محاسبه کنیم. میریم سراغ حل این سوال. گفتیم که فرمول چی بود دوستای عزیز؟ فرمول ای بود M مساوی میشد با F ضرب در D. صحیحه؟ M مساوی میشه با F یا قوه ما 180 نیوتن دیگه. پس میشه 180 نیوتن ضرب در D. چی میشد؟ D فاصله بین دو قوه از همدیگر بود. فاصله اینها چی میشه؟ فاصله اینها میشه یک 48 سانتی متر داریم، یک 12 سانتی متر داریم دیگه. خب اینها رو اگه به متر تبدیل کنیم میشه 0.48 جمع 0.12. اینها رو به متر تبدیل کردیم مساوی میشه با M مساوی با 0.48 جمع 0.12 برابر با 0.6 میشه. پس 180 ضرب در 0.6 اگه ما کنیم دوستان عزیز، 6 ضرب در 8 میشه 48. یک 4 داریم، 6 ضرب در 1 جمع 4 برابر با 10 میشه 108 نیوتن در متر. این هم شد از مومنت زوج قوه. پس نکته‌ای که باید توجه کنین اینه که دی در مومنت زوج قوه میشه فاصله بین دو قوه از همدیگه. دیگه ما کاری به نقطه دوران یا چرخش نداریم. خب یک سوال کانکور ببینیم. از فرم سوم بامیان سوال مطرح شده. گفته هرگاه دو قوه موازی دارای جهت متقابل بشن، عموداً بر یک محور و به دو نقطه متفاوت یک جسم اثر کنند، به اینها چی میگن؟ گزینه A گفته قوای استکاک، B قوای برقی، C زوج قوه ها و D هم قوه پتانسیل. میگیم که نگاه کنید این محور مایه، دو قوه موازی داریم، جهت اینها متقابله. صحیح؟ به دو نقطه متفاوت وارد میشه به این شکل. خب این مفهوم چی بود؟ مفهوم زوج قوه ها بود دیگه. پس میشه گزینه C پاسخ صحیح این سوال. میریم سراغ بحث بعدی ما. بحث بعدی ما که آخرین بحث فصل اول تشکیل میده تعادل هست. تعادل یعنی چی دوستای عزیز؟ تعادل یعنی که جسم ما هیچ گونه حرکت یا چرخشی نداشته باشه. یعنی نه حرکت انتقالی داشته باشه نه حرکت چرخشی. در این صورتی که میگیم جسم ما در حالت تعادل قرار داره. خب اگه بخوایم تعادل روی یک جسم بررسی کنیم، اولین کاری که انجام میدیم اینه که تمام قوه هایی که بر جسم وارد شده این قوه ها رو مییم چیکار مونیم؟ رسم مونیم. پس این اولین کاری که باید انجام بدیم. بعد از او 3 تا شرط بررسی مونیم. شرط اول چیه؟ میگه برای اینکه جسم ما در استقامت محور X جابجایی نداشته باشه، یعنی روی محور X تکان نخوره، حرکت نکنه، باید سامیشن Fx برابر با 0 باشه.
سامیشن fx برابر با 0 یعنی چی؟ یعنی محصله قوه ها روی محور x باید برابر با 0 بشه. این شرط اولی که باید بررسی کنیم. شرط دومی که باید بررسی کنیم اینه که جسم در استقامت محور y هم جابجایی نداشته باشه. یعنی سامیشن fy برابر با 0 بشه. یعنی محصله قوه ها در استقامت محور y برابر با 0 بشه. شرط سوم چیه؟ شرط سوم اینه که جسم ما چرخش هم نداشته باشه. بحث چرخش مربوط به مومنت میشد دیگه. پس میگیم که سامیشن m هم باید برابر با 0 بشه. صحیحه؟ یعنی محصله مومنت ها هم باید برابر با 0 بشه. پس این سه شرط برای تعادل ما باید در اجسام بررسی کنیم. بریم سراغ حل تمرین. گفته اگر شکل ذیل در تعادل باشد قوه افقی کشش سیم چند نیوتنه؟ بریم سراغ حل سوال. گفتیم که اول چیکار مونیم؟ از ما چی رو خواسته؟ گفته شکل ما یا جسم ما در تعادل دیگه. خب گفتیم اولین کاری که انجام میدیم میم قوه هایی که بر جسم وارد شده را مشخص مونیم. میگیم یک قوه کشش T1 اینجا وارد شده، یک قوه کشش T2 اینجا وارد شده و یک mg یا قوه وزن هم به سمت پایین اینجا وارد شده. پس اولین کار انجام دادیم. دو گفتیم چی کار مونیم؟ میم شرط اول بررسی می‌کنیم. شرط اول چی میگفت؟ میگفت که سامیشن fx مساوی با 0 بشه. جهت به سمت راست هم مثبت در نظر میگیریم. صحیحه؟ خب ما میبینیم که قوه T1 یا قوه کشش T1 ما در استقامت x و y نیه. پس این رو باید چیکار کنیم؟ باید تجزیه کنیم. تجزیه هم که یاد گرفتیم دیگه. پس میریم این رو تجزیه کنیم. ما این رو با یک رنگ دیگه بنویسم. این رو T1 تجزیه کنیم. این میشه T1 این زاویه 45 درجه مایه میشه T1 کوساین 45 درجه در واقع همون Tx دیگه و اینجا هم دوستای عزیز برابر میشه با Ty هم برابر میشه با T1 در ساین 45 درجه. صحیحه؟ خب حالا تمام قوه های ما مشخص شدن. میریم سراغ ادامه حل سوال. میگیم که سامیشن fx برابر با 0 یعنی چی؟ یعنی تمام قوه هایی که روی محور x قرار دارن یا در استقامت x هستن باید برابر با 0 قرار بدیم به شرطی که جهت سمت راست هم مثبت در نظر گرفته باشه. پس میشه Tx منفی T2 مساوی با 0 دیگه. Tx یا T1x دوستای عزیز T1x به سمت راست محور x قرار داره پس علامتش مثبته و T2 هم که در سمت چپ قرار داره پس علامتش منفیه. پس میشه T1x منفی T2 برابر با 0. در نتیجه به جای T1x ما قرار میدیم T1 در کوساین 45 درجه مساوی میشه با T2 هم به این سمت تساوی انتقال میدیم مساوی با T2 میشه. خب اینجا نه T1 داریم نه T2 اما نگران نباشید. میریم سراغ شرط دوم. شرط دوم هم می‌نویسیم. شرط دوم اینه میگفت سامیشن fy مساوی با 0 به شرطی که حرکت یا جهت به سمت بالا را مثبت در نظر بگیریم. پس در نتیجه قوه هایی که در استقامت محور y هستن یکی T1 y T1 y به سمت بالای پس مثبته و mg هم که به سمت پایینه پس منفیه. این مساوی با 0. در نتیجه به جای T1 y ما قرار میدیم T1 در ساین 45 درجه مساوی میشه با mg هم به اون سمت تساوی انتقال میدیم مساوی میشه با mg. در نتیجه خب T1 ضرب در ساین 45 درجه چند؟ ساین 45 درجه 1 بر جذر 2 دیگه مساوی میشه با mg هم که برابر با 50. در نتیجه T1 مساوی میشه با 50 در جذر 2 نیوتن. این از T1. خب این T1 که به دست آوردیم در عبارت بالایی جایگذاری مونیم. پس میگیم که T1 در کوساین 45 درجه T1 شده 50 در جذر 2 ضرب در کوساین 45 درجه هم که 1 بر جذر 2 مساوی میشه با T2.
اگه شما اینجا یک اختصار انجام بدین، یعنی جذر 2 با جذر 2 را ساده سازی انجام بدین، در نتیجه تی 2 شما دوستای عزیز برابر میشه با 50 نیوتن یم از تی 2. پس ما به همین راحتی تونستیم قوه های افقی کشش سیم حساب کنیم. بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی میگه که قوه افقی F برای در تعادل نگه داشتن جسم چند نیوتنه؟ گفته در تعادل نگه داشتن دیگه. پس میریم سراغ تعادل. گفتیم اولین کاری که انجام میدیم تمام قوه های وارد بر جسم مشخص کنیم. یک قوه F به سمت راست وارد شده که خود سوال برای ما مشخص کرده. یک قوه mg یا قوه وزن به سمت پایین وارد میشه و یک قوه T یا کشش نخ هم که اینجا وارد میشه. خب حالا این T چون در استقامت x و y نیه، ما قبل از هر کاری ای تی خودمانه تجزیه مونیم. و چی تجزیه مونیم؟ به دو مرکبه عمود بر همه تی ایکس و تی وای را تجزیه مونیم. در نتیجه تجزیه خودمان انجام میدیم. اینجا میشه تی وای و اینجا میشه دوستای عزیز تی ایکس. صحیحه؟ اینجا میشه زاویه 30 درجه ما. از کجا فهمیدیم این زاویه 30 درجه؟ روی شکل به شما نشان میدم. شما در درس ریاضی به یادتون هست دیگه، اگر دو خط موازی داشتیم که این دو خط موازی رو یک خط قطع میکرد، در نتیجه این زاویه با این زاویه برابر میشد. پس این میشه زاویه 30 درجه ما. پس در نتیجه تی وای دوستای عزیز برابر میشه با تی در کوساین 30 درجه و تی ایکس هم برابر میشه با تی در ساین 30 درجه. خب چرا تی وای شد تی در کوساین 30 درجه؟ اینها رو ما در جلسات قبل در قسمت تجزیه قوه ها گفتیم دیگه. گفتیم هر سمتی که زاویه الفا قرار داشت، الان زاویه الفا شما یعنی 30 درجه در سمت محور وای، پس همین سمت میشه کوساین دیگه. پس تی وای میشه تی در کوساین 30 درجه و تی ایکس هم میشه تی در ساین 30 درجه. خب خلاص شد دیگه. میریم سراغ بررسی شرط های تعادل ما. اولین شرط رو می‌نویسیم، میگیم سامیشن f(x) مساوی با 0 به شرطی که جهت به سمت راست مثبت در نظر بگیرید. پس یک قوه f به سمت راست وارد شده، پس مثبت منفیه. یک تی x هم به سمت چپ مساوی با 0، در نتیجه f مساوی میشه با تی x. f مساوی میشه با tx، جایگذاری مونیم t در ساین 30 درجه. خب نه f داریم نه t داریم. میریم سراغ شرط دوم. این همینجا نگه میداریم. میریم شرط دوم می‌نویسیم سامیشن f(y) جهت به سمت بالا مثبت مساوی با 0. در نتیجه چه قوایی در استقامت محور وای داریم؟ یکی تی وای داریم که به سمت بالای دیگه، پس میشه تی وای منفی ام جی هم که به سمت پایینه مساوی با 0. پس تی وای مساوی با ام جی میشه. در نتیجه تی وای هم که تی در کوساین 30 درجه دیگه، تی در کوساین 30 درجه برابر با ام جی میشه. خب تی ضرب در کوساین 30 درجه جذر 3 بر 2 مساوی میشه با ام جی هم که به ما داده 30 نیوتن. از این رابطه تی مساوی میشه با 20 در جذر 3 نیوتن. صحیح شد؟ خب حالا تی را که ما به دست آوردیم جایگذاری مونیم در معادله بالایی که نصف کاره مانده بود دیگه. پس میگیم که در نتیجه f مساوی میشه با تی شد 20 در جذر 3 ضرب در ساین 30 درجه هم که 1 بر 2 هم 1 بر 2. در نتیجه f دوستای عزیز برابر میشه با 10 در جذر 3 نیوتن. این هم از قوه f که سوال از ما خواسته بود. پس دوستای عزیز باز هم تکرار مونیم، در مسائلی که مربوط به تعادل میشه حواستون باشه، فکرتون بگیرین. اولین کاری که انجام میدین تمام قوه های وارد بر جسم رسم مونین. قوه هایی که در استقامت محور x یا y نبود اینها را تجزیه مونین. بعد میرین سراغ شرط ها. شرط اول، دوم، سوم روی اینها بررسی مونین.
بعضی اوقات شرط سوم لازم نیه. مثلا این دو مثالی که ما حل کردیم شرط سوم لازم نبود که ما بررسی کنیم، ولی در بعضی از مسائل شما لازمه که هر سه شرط بررسی کنید. موضوع بعدی که در رابطه با ازو میخوایم صحبت کنیم در رابطه با حالات تعادل در اجسام و پایداری اجسام. سه نوع تعادل مورد بررسی قرار میدیم: تعادل پایدار، تعادل ناپایدار و تعادل بی‌تفاوت. اینها را دانه دانه با هم دیگه دوستای عزیز بررسی مونیم. تعادل پایدار چی تعادلیه؟ اگر ما به جسم خودمان یک قوه کمی وارد کنیم و این جسم ما یک اندک انحرافی از نقطه تعادل پیدا کنه و پس از اینکه چند بار حرکت اهتزازی انجام داد دوباره به محل تعادل اولیه خودش برگرده، بعضی تعادل میگیم تعادل پایدار. پس جسم ما در تعادل پایدار به محل تعادل اولیه خودش برمیگرده. شما روی شکل نگاه کنید دوستان عزیز، ما یک جسم کروی شکل داریم. اگر ما یک قوه به این جسم کروی شکل خودمان وارد کنیم و این جسم ما به سمت بالا حرکت کنه، دوباره این جسم ما وقتی به سمت بالا رفت، یعنی از نقطه تعادل خودش خارج شد، دوباره برمیگرده، چند بار حرکت اهتزازی انجام میده تا در نهایت در همان نقطه اولیه خودش، یعنی در همان نقطه تعادل اولیه خودش قرار میگیره. به این تعادل میگیم تعادل پایدار. میریم سراغ تعادل نوع دوم. تعادل بعدی که دوستای عزیز بررسی مونیم تعادل ناپایداره. تعادل ناپایدار یعنی چی؟ یعنی وقتی ما به جسممان قوه وارد مونیم، یک اندک انحرافی پیدا مونه، از نقطه تعادل خارج میشه و دیگه هیچ وقت به نقطه تعادل اولیه خودش بر نمیگرده. پس در تعادل ناپایدار جسم دوباره به نقطه تعادل اولیه بر نمیگرده. شما دوستای عزیز روی شکل نگاه کنید. یک جسم کروی شکل ما اینجا داریم، یک قوه به این جسممان وارد مونیم، این از حالت تعادل خارج میشه، دیگه به سمت پایین حرکت مونه، دیگه هیچ وقت به نقطه تعادل اولیه خودش بر نمیگرده. و این تعادل میگیم تعادل ناپایدار. تعادل نوع سوم که بررسی مونیم تعادل بی‌تفاوته. تعادل بی‌تفاوت یعنی چی؟ یعنی ما به جسممان قوه وارد مونیم، این جسم ما از نقطه تعادل خارج میشه، صحیحه؟ یعنی حرکت مونه از نقطه تعادل خارج میشه، دیگه به نقطه تعادل اولیه خودش بر نمیگرده، اما در یک مکان ثانویه یک تعادل جدید میگیره. شما روی شکل نگاه کنید. ما یک جسم کروی شکل داریم دوستای عزیز، ما یک قوه به این جسممان وارد مونیم، این یک اندک انحرافی پیدا مونه، به اینجی منتقل میشه، دیگه به نقطه تعادل اولیه خودش بر نمیگرده، اما در یک نقطه جدید به تعادل میرسه. به این نوع تعادل میگیم تعادل بی‌تفاوت. پس ما سه تا تعادل معرفی کردیم: تعادل پایدار، ناپایدار و تعادل بی‌تفاوت. بریم سراغ بررسی سوالات کانکور. اولین سوالات دوستای عزیز از فرم غزنی مطرح شده. گفته کره در سطح هموار مثال خوبی از تعادل ذیل شده میتواند گزینه A بی‌تفاوت، B پایدار و بی‌تفاوت، C پایدار، D ناپایدار. کدام گزینه میشه دوستای عزیز؟ گفتیم ما اگه یک سطح هموار داشته باشیم اینجا دوستای عزیز، یک جسم کروی شکل اینجا داشته باشیم، یک قوه به این جسم خودمان وارد مونیم، این جسم ما انحراف پیدا مونه، از نقطه تعادل اولیه انحراف پیدا مونه، دیگه به نقطه تعادل اولیه بر نمیگرده، اما در یک نقطه جدید جسم ما تعادل پیدا مونه. به این تعادل دوستای عزیز میگفتیم تعادل بی‌تفاوت. پس گزینه A پاسخ صحیح این سوال بود. سوال بعدی باز هم از فرم غزنیه. گفته اگر یک منشور به قاعده اتکا داشته باشد،
در این حالت منشور یک مثال خوبی از تعادل ذیل شده میتواند گزینه A پایدار، B ناپایدار، C بی‌تفاوت و پایدار و گزینه D تعادل بی‌تفاوت. نگاه کنید دوستان عزیز، یک منشور ما روی شکل به شما نشان دادیم. این منشور روی سطح قاعده خودش قرار داره. حالا این منشور ما یکم قوه وارد مونیم، انحراف مونیم، یکم کجش مونیم، صحیحه؟ خب ولی وقتی این منشور ما کج میشه دوباره به حالت اولیه خودش برمیگرده، به تعادل اولیه خودش برمیگرده. پس این تعریف کدام نوع تعادل بود؟ تعادل پایدار دیگه. گزینه A پاسخ صحیح سوال بود. سوال بعدی از فرم ششم بدخشان. وقتی که جسم از اثر یک قوه از حالت تعادل خارج ساخته میشه و پس از اینکه از قید تأثیر قوه آزاد شد دوباره بتونه به حالت اولیه خودش برگرده، به این تعادل چه میگن؟ مثل همین مثال قبلی بود دیگه، منشور بود دیگه. گفتیم منشور ما یکم قوه وارد مونیم، این منشور ما کج میشه. اگه قوه رو قطع کنیم یعنی دیگه قوه وارد نکنیم، این منشور دوباره به حالت اولیه برمیگرده، یعنی از قید تأثیر قوه آزاد میشه. این چی نوع تعادلی بود؟ احسن بر شما، تعادل پایدار. پس گزینه C پاسخ صحیح این سوال است. خب دوستای عزیز، فصل اول فیزیک صنف 11 خلاص شد. یک مروری با هم دیگه داشته باشیم که ما چه مطالبی را در این فصل یاد گرفتیم. اولین مطلبی که یاد گرفتیم دوستای عزیز، اگر یادتان باشه، با مفهوم قوه آشنا شدیم. گفتیم که قوه عاملیه که باعث حرکت یا توقف جسم، باعث تغییر سرعت یا تغییر سمت حرکت یا باعث تغییر شکل یک جسم میشه. دومین موضوعی که یاد گرفتیم قوه های متلاقی و موازی را شناختیم. گفتیم اگر خط تأثیر قوه ها در یک نقطه همدیگر قطع کنه به اینها میگیم قوه های متلاقی. بعد از او در رابطه با محصله قوه ها صحبت کردیم. گفتیم که حاصل جمع وکتوری چند قوه وارد بر جسم میشه محصله قوه ها. دو تا روش برای محاسبه محصله قوه گفتیم. یکی روش هندسی بود که روش ترسیمی بود. در فیزیک صنف 10 او را یاد گرفته بودیم. شامل قاعده متوازی الأضلاع و قاعده جمع وکتورها بود و یکی هم روش قاعده الجبری بود که فرمول از او را و حالتهای خاص از او را خدمت شما عزیزان بیان کردیم. بعد از او در رابطه با تجزیه قوه ها صحبت کردیم. گفتیم اگر قوه در استقامت x یا y نبود ما این را باید تجزیه کنیم به دو مرکبه عمود برهم x و y. در ادامه با مومنت قوه آشنا شدیم. گفتیم مومنت قوه مقدار تمایل یک قوه برای چرخاندن یک جسم گرداگرد یک نقطه به نام نقطه دوران است. فرمول محاسبش چی بود؟ M مساوی میشد با F ضرب در D. در ادامه با زوج قوه ها آشنا شدیم. گفتیم زوج قوه ها دو قوه مساوی و موازی هستند که دارای جهت متقابلند و بعد دو نقطه متفاوت از یک جسم وارد میشن و همچنین زوج قوه ها باعث ایجاد مومنت در یک جسم شدند. اینها را بررسی کردیم و در آخر هم در رابطه با شرایط تعادل اجسام صحبت کردیم. باز هم به دلیل اهمیت از این ما تکرار مونم که اگر خواستین تعادل در یک جسم بررسی کنین، اولین کار تمام قوه های وارد بر جسم رسم کنین. قوه هایی که در استقامت محور x یا در استقامت محور y نبودن اینها را تجزیه کنین. بعد برین سراغ اون سه تا شرطی که گفتیم خدمتتان. شرط اول سامیشن f(x) مساوی با 0، شرط دوم سامیشن f(y) مساوی با 0 و شرط سوم هم سامیشن m مساوی با 0 بود. خب دوستای عزیز، فصل اول فیزیک صنف 11 خلاص شد. در فصل دوم ما در رابطه با حرکت شناسی با شما عزیزان صحبت داریم. تا جلسه بعد همه شما عزیزان به الله پاک میسپارم. موفق و پیروز باشید.